السلام علیکم بیننده های عزیز تماشابینان ما. امروز البته برای تبریک کردن البینا بانو یک سورپرایز زیبا داریم در جشن 12 سالگیش که مادرشان در سفر هستند، خواستند جشن زادروزی در دخترشان تبریکات بهترین را فرستانند و البته امروز از نام مادرشان از مسافرت تبریک میگوییم. آن لحظه های خرسندی رو همراه شما با هم میبینیم. با ما باشید و آغاز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم خالجان عزیز، السلام علیکم خواهر عزیزم، صاحبان خاندان. من امروز در این روز خرسندی برای تبریک کردن جشن 12 سالگی البینا بانو آمدیم. یک تا برای البینا بانو قرصک زنیم حسابات تکلیف میکنیم و البته سرایویتی خالجان عزیزشان شما میان شما نزدیکتر استید. امروز روز خرسندی است، سلامتر استید. البینا بانو زادروز مبارک، روز تولدت را، میلاد عمر را مبارک باد میگویم. یک تا یاد کنید امروز نام کی آمدگی ما؟ البته از نام یکا و یگانه، مهربان، از نام غمخوار و مونیسترین، عزیزترینت، هم پدر هم مادر شده در سر تو چی سنگها، چی بلا و چی روزهای خرسندی باشد اگر همونها را سببچیش همین مادرت که همه آن بدی ها را پسی سر کرده، خوشبختی ها را برای تو معیدا کردگی انسان، مادری مهربان. جشن زادروزت که تبریک میکنند. امروز همراهیتی گفتند که دخترکی من برفته رسان، البینه من برفته رسان. من همه روز به چقدر مشقت کرده کافتم، بلیت کافتم. در 12 سالگیش خواستم که در اولین مچارش همراهش ایستاده آن را تبریک گویم، لیک صد افسوس امکانش نشد. خدا خواهد اگر بعد از یک هفته میروم و این زادروزش از این هم زیاده کرده میگذرانیم. نصیب باشد اگر حاضر باشد برای دختر نازنین من رسان که من یاد کردم. خودش را احتیاط کند. علمی دستیاری خالجانش، آنجانش، یک پاشهش شود. همیشه خدمتگار آنها باشد. من امیدم از آن کلان است. مکتب ها را با بهای اعلی ختم کند. یکا و یگانه من، گنجینه به بهای من، گوهر و دوروی گوهری من است. البته میخواستم هیچ وقت درد و غم را نبیند. بعد از ختم مکتب خدا خواهد اگر صاحب دانشکده های کلان شود. برای دختر نازنینم رسان که دخترم نسخه دل و جانم، دخترم نسخه دل و جانم، آرزویم، امیدم، ارمانم، پا به پا بردمت برای حیات، پاکی باشی از سایه دستانم. روی دستان کلام نکردم من تو را، من کلام کردم تو را روی چشمانم. البینه من یکا و یگانه باشد هم من باید روی دستانم نه روی چشمانم کلام کردم. همان روزی که وی بیمار شود اگر برای من آن هم همان روزی سخت‌ترین است. همان روزی که وی صحت شود برای من صحتی و سلامتی است. خودش احتیاط کند، هیچ وقت درد و غم نبیند. امید من، آینده من همش از دست همین دختر نازنین من است. و مادر عزیزم امروز برای شما تشکر میرسانیم. روز خرسندی را، جشن زادروزی نبیره را مبارکباد میگویم. بشارت خلا امروز از نام همون خواهر راهدورم که مانند خواهر من در مسافرت هستند، بار گران زندگی را بر عهده خود گرفته در مسافرت برمیگردند. خدا خواهد اگر بعد از یک هفته میگردم آغوش مادر من، آن روی پر از نوری مادرم بهره‌مند میشوم. مادرم و خداوند کریم صحت سلامتی عطا کند. رحمت گو، هزار رحمت تشکر گو که هم جای مرا، هم جای پدری را، هم جای آنگی را نشان نداده. همین دختره که منو با مایه رسانده ایستاده. هیچ وقت در غم زندگی را نبینم. دلم خواهد روم بر کوی مادر، دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را بدیدم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. از همه زنی زیباترین دنیا این مادری من است. مادرم بهشت خاندان ما هستند. هیچ وقت درد و غم را نبینند. همیشه صحت سلامت باشند. امروزه
بودگیشان با شکرانه میگویم صحت سلامت گردن. خواهر نازنینم و البته برای شما تشکر میرسانیم سرایوتی. امروز شما فرزند بهترین خاندان، خالجان عزیز جگرگوشه، خواهر نازنین و مصلحتچی هستید. میگویند زن زن است و مادر است و خواهر است، زن زر است و زیور است و زرگر است. در حقیقت شما امروز خواهر نازنین هستید، مادر مهربان هستید. برای دختر من جای مادری میکند. برای مادر من فرزند بهترین است که همیشه در خدمت مادرم هست، از حال و احوال مادرم خبر میگیرد. آن روزهای از همه بهترین مادرم من در روز خدمت مادرم هست. رحمت گوید برای خواهر عزیزم سرایوتی. تشکر، هزار رحمت. دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است به دیدار گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. مبارک باشد. امروز البته برای بهشت خاندان، برای بشارت خاله که از همه کتاب قیمت بهاترین است، کتاب قرآن را برایتان پیشکش میکنیم. خدا کند اگر صحت سلامت خودتان به زیارت کعبه الله رفت آمدن نصیب کنند، حتی خرسک زنید برایشان. مبارک باشد. البته برای عناوین خاندان زیبا باز هم زیباتر کردن. عکس‌های زیبای امروزه البینه بانو و بشارت خاله همراهیتی را یک جای ما گذاشتیم. پیشکش مهمانان می‌کنیم. می‌کشیم مرحمت شد. مبارک باشد. و البته سرایوتی همون کسی مادر جان ما نزدیکتر ایستگاه البینه بانو شما میان مادر جانات ما نزدیکتر روید. ما یک جای شیرینی رو تیار میکنیم. از شیرینی میبریم و تناول میکنیم. مرحمت. مبارک باشد. روزی خورسندی را مبارک باد میگویم. البته از شیرینی تناول میکنیم. سرایوتی همراهی مادر عزیز، همراهی البینه بانو از آن تناول میکنیم. اولین بار خوش آمده به درگاهی مادری من، به درگاهی دادرکی عزیزکی من. حالا که در همراهی ما نیست، جای کش الهیم در جنت باشه، روح کش همه وقت شاد باشه، آخرتش آباد باشه. خوش آمده البینه الهیم صد بدرو خدمتگاری مادر جانت شه. مکتبای باباهای اعلی خونده، خلق وطن و خدمت میکردگی انسان شه. همه وقت در خدمتی خلق باشه، در مبین خلق باشه، فخری مادرش باشه، فخری هم یکی مهم باشه. الهیم بیمم صد بدرویه. همه روزکای گذشتگی الهیم در عقیب مونه و این روزی نقش شوه الهی برای مادری من. ای جان شمایم صد بدرویه البینه الهیم مکتبای کلوم بخونده،
одами як ба вай шуда гарди калон шуда ба ҳурмати иззати халқ сазовор шуда гарди ҳам якотун ба раҳмат ҳусейнҷон ман аввалин бо раҳмат кардам. ҳазор раҳмат, ташаккур, зодирӯз муборак. Ва албатта Албина боно имрӯза шириниро таъин ба таъин кардан модарҷони азиз аввала бор ҳамроҳи аввал модар калонаш баъд холаҷонаш танаввул кунанд гуфта марҳамат шириниро танаввул мекунем, мечашем. Марҳамат. Албина боно имрӯз рӯзи хурсандӣ аст. Модаратон таъин карданд ки рӯзи хурсандишро табрик гӯед. Мишкаи мо сар эркаи мо аст, духтараки мо. Алим касо гуфтанд ки як таъми ширинӣ танаввул кунанд, майлаш мегуфтанд марҳамат, агар имкон бошад барои мишкаи мо як катир шириниро танаввул гаронед. Марҳамат. Худи Албина тиян. Муборак бошад. Ва албатта якумон ки хӯрдам, дуюмашон боям. تو مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم دست تو آرامش قلب من عزیز من تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من Башорат хола имрӯз сюрпризро маъқул шуд. Дар ҳақиқат инсон аз кори худ карда хурсанд мешудааст. Ҳар бор ин хел рӯзҳои хурсандиро бинед. Имрӯз ашки шодӣ аст дар мо ки дар ин хел рӯзҳои хурсандӣ хизмат мекунем. ин хел занҳое ки дар мусофират мегарданд, салом бодо бар чунин занҳо ки ҳам уҳдаи падарӣ доранд, ҳам уҳдаи модарӣ доранд. имрӯз барои шумо ҳамин сюрпризро тайёр кардем. барои модарҷони азизи хонадон, аз номи фарзанди азизашон барои Башорат хола, аз номи ҳамроҳӣ албатта тухмаҳои арзандону зебанда дорем, пешкаш мекунем. Марҳамат. абушарини тилло барои модели меҳрабон, арзандатарин зани дунё, муборак бошад. برای البینه ما، برای صاحب جشن امشبه، البته گردنبانده بریلیان برای دخترک نازنینشان مرحمت پیشکش میکنیم.
های طلا برای دخترک نازنین مبارک باشد. خواهر عزیز همراهیتی چه مشکلی ها چه عذاب هایی که بود پسی سر مانده باشد. امروز شما در حقیقت زنی که مرد میگویند در خصلت و خلقت این خیلی انسان است. خدا کند که همین البینه بانو جای ده فرزند را گیرد در این پیری و چه خیلی که شما برای مادر حرمت و عزت مهربانی میکنید همین البینه بانو در این پیری هم خیلی توفه ها گردد. البته برای مادر برای البینه بانو نیت های نفس و نکتان را میشنوید. مرحمت. اولم همتون السلام علیکم. من میخواستم این دخترکی عزیزی من مهربانی که من همه وقت سرکم ساق سلامت به کتاری کوب فرزندای کوب ساق سلامت گرده سرکم به یه دولتی پیری تیشه 120 ساله شد دختر جان عزیزم درد غم نبین همه وقت خورسه اپشتی تو من اونا خوله تاغوت ینگم رو همه یکاشون فخر که گردم مادر جانم جانی من نوگلی بستانی من ایخ مادری عزیزم هیچ وقت غم نبینه درد نبینه و کتاری مادرها شمایم ساق سلامت کرده تمام دنیا و مادرها با همه وقت تنی سیاد سرکای بچه که شما ساق سلامت کرده. ای رحمت سلامت باشید مبارک باشد روزی خورسندی را. البته حاضر اشخاله که مادر آمدن از چهره مادر دختر بهرمند می شود. دختری امشبه باشد همراهیتی باشد از چهره فرزند و مادر و نزدیکان بهرمند می شوند. این شبی دراز تا صبح دوام میکنند صحبت ها دیداربینی آغوشی مادر روزی خورسندی رو بار دیگر مبارک بیم. البته حاضر باشد همراهی نزدیکان ترس میگیریم فوتوسسیا میکنیم بعد از آن باشد خورسندی را دوام میکنیم میرقصیم و دوره آرایی میکنیم. مرحمت.
زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نمود. عزیزان آرزو کنید. آن نفرانی که آرزو میکنند آن آرزو در خانه خدا پیدا می شود که قلب ماست. من امروز خواهر ما 2 سال قبل آرزو کرده بودند. آن آرزو را در آن خانه پنهان نگاه داشته. من امروز آن آرزوها با امر خداوند جامعه عمل را پوشید. در جشن زادروزی دخترشون با یک سورپرایز که یگان کس به خبر بود، غیر چشم داشت بود و البته امروز البینه بانو را تبریک کردیم. مادر عزیز را در حیرت گذاشتیم. خواهر ینگ پاشای خاندان را در حیرت گذاشتیم همراهی خواهر عزیزم. بگذار این خیر انسان‌های زنده دل همیشه جاوید باشند. برای آباد و آزاد فراوان زندگی کردن فرزندشان چقدر مشقت‌ها کشیده. من این ببینید که باز خرسندی‌ها را برای فرزند، برای اهل عائله‌شان هویدا می‌کنند. با ما باشید، با شبکه شهنان این خیلی بزم‌ها را ما پیشکش شما می‌کنیم. صحتمند سلامت باشید، رحمت سلامت باشید. دخترم تاج سرم، ای امید و باورم، تو مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم. دست تو آرامش قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی عشقت میریزه من میخوام که بمیرم، آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم. من با دستای ظریفت میشه دنیا رو بگیرم، میشه حس خوب زندگی رو با تو ببینم. دست تو آرامش قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی عشقت میریزه من میخوام که بمیرم، آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی عشقت میریزه من میخوام که بمیرم، آخه مگه میتونم چشاتو گریون